سلام. به اولین قسمت از سری پادکست های سایکو سایبرنتیک خوش اومدیم. اینجا قراره با هم وارد دنیایی بشیم که شاید تو هیچ مدرسه و دانشگاهی بهمون یاد ندادن. دنیای ذهن، تصویر ذهنی و اینکه چطوری میتونیم با تغییر درونی واقعیت بیرونیمون رو هم تغییر بدیم. اما پیش از اینکه به سراغ مفاهیم اصلی بریم، خوبه بدونیم این کتاب چطور متولد شد، نویسندش کیه و چی شد که چنین کتابی اصلاً نوشته شد. نویسنده این کتاب کسی نیست جز دکتر مکسول مالتز، جراح پلاستیکی که شاید خیلی ها انتظار نداشتن از دل حرفه پزشکی به قلب روانشناسی و توسعه فردی قدم بذاره. دکتر مالتز سالها توی اتاق عمل چهره آدم‌ها رو تغییر میداد، از بینی‌های شکسته، زخم‌های عمیق، جای سوختگی‌ها گرفته تا نواقص مادرزادی. اما یه چیزی توی ذهنش همیشه سوال بود: چرا بعضی از بیماران بعد از عمل تبدیل به یه آدم جدید میشن، با اعتماد به نفس، شاد، اجتماعی و موفق، اما بعضی‌ها با وجود اینکه عمل کاملا موفق بوده همچنان ناراضی‌اند. انگار حتی حاضر نبودن خودشون رو تو آینه نگاه کنن. اون متوجه شد که مشکل صورت این آدم‌ها نیست، بلکه تصویریه که از خودشون توی ذهن دارن. مالتز می‌نویسه یک زن میتونه زیباترین بینی ممکن رو داشته باشه، اما اگر خودش رو زشت ببینه هنوز هم مثل آدمی رفتار میکنه که از چهرهش خجالت میکشه. و اینجا جرقه یه بینش بزرگ توی ذهنش خورد. تغییر واقعی از درون شروع میشه، نه از جراحی، نه از لباس، نه از مدرک، نه از پول، بلکه از تصویری که ما از خودمون در ذهن داریم. و همین شد آغاز تولد مفهومی به نام تصویر ذهنی که هسته اصلی کتاب سایکو سایبرنتیک رو تشکیل میده. دکتر مالتز کم کم فهمید که ذهن انسان یه سیستم فوق‌العاده پیچیده و در عین حال منطقیه. سیستمی که درست مثل یه موشک هدایت شونده عمل میکنه. وقتی جهتش رو تنظیم کنی، حتی اگه لحظه‌ای منحرف بشه، دوباره خودش رو اصلاح میکنه تا برسه به هدف. اما این سیستم یه منبع فرمان مرکزی داره و اون هم چیزی نیست جز تصویر ذهنی ما. تصویر ذهنی چیه؟ خیلی ساده بگم، اون چیزی که توی ذهنت از خودت ساختی، نه اون چیزی که واقعا هستی، بلکه اون چیزی که فکر میکنی هستی. مثلا فکر میکنی آدم باهوشی هستی یا کنزه، دوست داشتنی هستی یا طرد شدنی، لایق موفقیت هستی یا همیشه باید شکست بخوری، میتونی پول بسازی یا پول همیشه ازت فرار میکنه. حالا این تصویر ذهنی از کجا میاد؟ دکتر مالتز میگه تصویر ذهنی ما نتیجه تجربه ها، باورها، قضاوت ها و حرفاییه که در طول زمان درباره خودمون باور کردیم. ممکنه یه اتفاق تو بچگی، یه جمله از یه معلم یا یه تجربه تلخ توی رابطه باعث بشه تو خودتو بی ارزش ببینی و این باور توی ذهنت ثبت بشه و از اون به بعد ناخودآگاه همه رفتارها، تصمیمها و انتخابات مطابق همون تصویر شکل بگیره. و این وحشتناکترین بخش ماجراست. تو ممکنه از بیرون تغییر کنی، لباس خوب بپوشی، پولدار بشی، حتی تحصیل کرده باشی، اما اگر تصویر ذهنیت هنوز یه آدم ناکافی باشه، دوباره خودتو به همون نقطه قبلی برمیگردونی، خودت خرابش میکنی. اینجا بود که دکتر مالتز فهمید هیچ موفقیتی در بیرون پایدار نیست مگر اینکه اول درونت رو درست کرده باشی. و تمام هدف این کتاب همین موضوعه. یاد بگیریم
چطور تصویر ذهنی خودمون رو بشناسیم، تحلیل کنیم، اصلاح کنیم و ازش برای ساختن یه نسخه بهتر از خودمون استفاده کنیم. کتاب سایکو سایبرنتیک اولین بار تو سال 1960 منتشر شد، اما جالبه بدونی هنوز یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌ها در حوزه روانشناسی کاربردی و توسعه فردیه. افرادی مثل تونی رابینز، برایان تریسی و خیلی از اساتید موفقیت به این کتاب ارجاع دادن، چون برخلاف خیلی از کتاب‌های انگیزشی که فقط شعار میدن، این کتاب ریشه‌دار، علمی و کاملا قابل اجراست. توی هر فصلش تمرین هست، داستان هست، روش هست و قرار ما با هم همش رو در این پادکست مرور کنیم. آرام، مفهومی، با مثالهای قابل لمس، مخصوص ذهنی که به دنبال رشد واقعیه. پس توی این مسیر آماده باش برای یه سفر ذهنی، سفری که توش قراره با خودت روبرو شی، نقشه ذهنت رو بازنویسی کنی و به جای تلاش‌های بیرونی روی قدرت درونیت سرمایه گذاری کنی. توی قسمت بعدی میریم سراغ فصل اول، جایی که با مفهوم بنیادین تصویر ذهنی به صورت کامل آشنا میشیم و میفهمیم چطور کل زندگی ما از اون تصویر فرمان میگیره. اگه تا اینجا برات جالب اومده، این اپیزود رو با کسی به اشتراک بذار که شاید سالهاست دنبال یه جرقه برای تغییره و فراموش نکن تغییر از بیرون نمیاد، از درون شروع میشه و این کتاب راهش رو بهت نشون میده. تا قسمت بعدی برات آرامش ذهن، قدرت تصمیم گیری و تصویر ذهنی سالمی آرزو میکنم. تو میتونی، فقط باید باورش کنی.